بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. بینندگان عزیز، به خبرهای امروز خوش آمدید. اظهارات روز گذشته مولوی مجیب الرحمن انصاری در هرات با واکنش شدید ارگ مواجه شده است. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری گفته که این گونه اظهارات جز آلودگی صوتی هیچ تأثیری روی پایه‌های اساسی حاکمیت ندارد. و گفته او آنهایی که حرف ضد مردم میزنند، آنهایی که بر ضد نظام از بلنگو کار میگیرند، در 20 متری محلشان دولت تامین امنیت کرده است. مولوی انصاری در خطبه‌های نماز جمعه دیروز هرات خطاب به نیروهای امنیتی گفته که حمایت از این نظام گناه کبیره است. امرالله صالح همچنین در اظهار نظری دیگر افزوده که بدون حمایت‌های پاکستان گروه طالبان توان زنده بودن به عنوان جریان مسلح را برای 6 ماه هم نخواهد داشت. در همین حال سید عبدالوحید قتالی والی هرات خطاب به مولوی انصاری میگوید که این ولایت جایی برای تولید داعش نیست. در شرایطی که امارات به مریخ میرسه، ایران در فکر آبادی و نفت و اتم، سعودی میخواد زیباترین عروس شهرها را بسازه، کشورهای منطقه به اقتصاد خود فکر میکنن، در رفاه زندگی میکنن. هرات جای برای تولید داعش نیست. گذشته فصل ازی که در این شهر کسی بیایه به دستور بیگانه اندیشه‌های افراطی را بیایه تولید بکنه. خسته شده مردم از جنگ، خسته شده مردم از وحشت. اسلام هم است که یک عروس تو لد بکنی در مسیر که مردم در طول تاریخ رفته دعا کرده، به آغاز زندگی خود در کنار خواجه انصار دعا کرده، توسل کرده، تسکین پیدا کرده، آرامش پیدا کرده. ماجراجویی، سوته، تفنگ کار تو نیست. تفنگ کار اوناست که 2 میلیون شهید داده. بر اثر 3 انفجار مین مغناطیسی صبح امروز در کابل 4 نفر به شمول 1 زن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. انفجار اول در جاده دارالامان بر 1 موتر کورولا، انفجار دومی در مربوطات حوزه 4 امنیتی کابل و انفجار سومی هم در منطقه پل وحدت رخ داد. حجت الاسلام و المسلمین حسینی مزاری رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان و خبرگزاری آوا در دیدار با برخی فرماندهان جهادی و متنفذین اجتماعی عضو تبیان در بلخ گفت تشکیلات مرکز تبیان با حمایت خدای متعال و عنایت ائمه معصومین علیهم السلام و حمایت‌های بی‌دریغ مردم خداجو به پیش خواهد رفت و هر گونه کار در چوکات این تشکیلات چه با قلم و قدم و چه با زبان و عمل اجر مضاعف داشته توشه دنیا و آخرت دستاندرکاران، اعضا و حامیان و هواداران خواهد بود. ایشان همچنین خطاب به جمعی از مسئولان و کادرهای تبیان نیز بیان داشت تنها راه مؤثرتر خروج افغانستان از بحران و ساختن و مقتدر کردن آن کار فرهنگی است و مرکز تبیان نقش گسترده و مهمی را در این زمینه ایفا کرده است. برخی مسیرهای شاهراه هرات کابل که از چند روز گذشته توسط برخی رانندگان به علت اخاذی مسدود شده بود دوباره باز شد. در همین حال وزارت داخله از برکناری 186 منصوب پلیس خبر داده است. مسعود اندرابی وزیر داخله در صفحه توییترش نوشته که 135 تن از این نیروها از شاهراه‌ها و 51 منصوب دیگر از دروازه‌های کابل برکنار شدند. در خبر دیگر رئیس عمومی مالی و سرپرست ریاست تدارکات وزارت شهرسازی و اراضی با 10 تن دیگر از کارمندان این وزارت و اتهام اختلاس 120 میلیون افغانی از سوی ریاست مبارزه با جرایم سنگین بازداشت شدند. نادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی امروز در برنامه گزارشدهی دولت و ملت گفت در سال گذشته مالی حدود 500,000 تن در پروسه آزاد و شفاف رقابتی با هم رقابت کردند که از این تعداد 20,575 تن آنها در سراسر افغانستان استخدام شدند. وزارت صنعت و تجارت اعلام کرده که فعالیت گمرک اسلام قلعه پس از آتش سوزی مهیب هفته گذشته دوباره از سر گرفته شده. اوایل هفته گذشته آتش سوزی در بندر اسلام قلعه از 1 تانکر آغاز شد و گفته می شود حدود 1,000 موتر حریق و میلیون ها دلار خسارت به تاجران وارد شده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نشست مجازی امنیتی مونیخ گفته که از روند صلح افغانستان حمایت می کند تا به جنگ 20 ساله خاتمه دهد.
او افزوده که هرگز اجازه نمی‌دهد افغانستان روزی دوباره به پایگاه امن تروریستان و فعالیت‌های تروریستی مبدل گردد. وزیر دفاع این کشور نیز در نشست وزیران دفاع ناتو اطمینان داده که نیروهای آمریکایی شتاب زده و با بی‌نظمی از افغانستان خارج نخواهند شد. کلاس مربیگری درجه B آسیا که از 3 هفته پیش و با مدرسی طاهر رؤوفی در فدراسیون فوتبال آغاز شده بود، امروز با اهدای سند اشتراک برای دانش آموختگان به پایان رسید. در این کلاس 24 مربی از مرکز و ولایات کشور شرکت کرده بودند که به مدت 20 روز تاکتیک‌های نوین مربیگری در سطح درجه دوم آسیا را فرا گرفتند. تشکر از همراهی شما بینندگان عزیز. تا خبری دیگر، خدا نگهدار.